اخبار مهمترین روز را از استودیو رادیو زودیا شهر پراگ من شالوی گلخوجه تقدیم میکنم. درود. امروز در برنامه عبدالقادر مشرفی متهم با حمله به طرفخانه استانبول در شب سال نو از دادرس حکم قتل تقاضا کرده است. سازمان‌های بین‌المللی برای رشد جنگل‌های تاجیکستان برنامه خاصی تهیه نمودند. و امام خطیبان یک ولایت مسلمان نشین هندوستان میگویند حاجتخانه ندارد، عقد نکاحتان را دایر نخواهیم کرد. داشتن حاجتخانه برای هر منزل ضرور است. میدانید این اقدام میزان جنایت در مقابل زنان را کاهش میدهد. و ما برنامه را از یک خبر فوری شروع میکنیم. بعد از ظهر امروز حرکت در راه دوشنبه خوجند موقتا قطع گردید. این تصمیم در پی هشدار از باریدن برفی تر و فرآمدن ترما گرفته شده است. کمیته ایالت‌های اضطراری تاجیکستان با تکیه به معلومات مرکزی آب و هواشناسی کشور که از 15 تا 18 فوریه باریدن برفی تر و باران شدید را پیشگویی میکند، از رانندگان خواسته از حرکت در راه‌های کوهستانی خودداری نمایند. همچنین از ساکنان عادی تقاضا شده است که برای جمع‌آوری هیزم و شکار به کوهان نروند. تا یک ماه اخیر در پی فرآمدن ترما در راه دوشنبه خوجند ولایت بدخشان و منطقه رشت 13 نفر جان باختند. اکنون رو می‌آوریم به خبرهای دیگر. عبدالقادر مشرفی متهم به حمله به طرفخانه استانبول در شب سال نو از دادرس حکم قتل را تقاضا کرده است. او میانه‌های ماه ینور در یک از منطقه‌های استانبول دستگیر شد. در حال حاضر مرافع دادگاهی این شهروند ازبکستانی 34 ساله معروف به ابو محمد خراسانی در ترکیه ادامه دارد. و قبلا این بازپرسی گفت برای حمله به کلوب رین استانبول از امیر شهر رقه سوریه که جنگیان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی آن را پایتخت خود اعلان کردند دستور گرفته است. در نتیجه این حمله 39 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. قصر سفید اعلان کرد که مایکل فلین مشاور پرزیدنت آمریکا در مسائل مربوط به امنیت ملی از مقامش استعفا داد. به این مقام گنرال کیت کیلوگ تعیین شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان خیرمان بقازاده. یاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی گنرال لیتنانت مایکل فلین شام روز 13 فوریه از مقامش استعفا داد. در این باره رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که متن درخواست استعفای فلین را دریافت کردند. در نامه فلین برای تصادفاً به نایب رئیس جمهور مایکل پنس دادن معلومات غیر قابل اعتماد عاید گفتگویش با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک عذر پرسیده است. خبر استعفای مایکل فلین به دنبال آن رسید که او نایب رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه مأموریت ترامپ را گمراه کرده به آنها اطمینان داده بود که در جریان معرکه انتخاباتی تحریم‌های علیه روسیه را با سفیر این کشور بررسی نکرده است. بنا به گفته مایکل فلین گفتگوی با کیسلیاک تنها از تبادل تبریکات سال‌نوی و موضوعهای بی اهمیتی دیگر عبارت بود. اما با گفته مطبوعات آمریکا دادستانی کلی ایالات متحده آمریکا به سمع کاخ سفید رساند که فلین در اصل آخر ماه دکبر در گفتگوی تلفنی با سفیر مسئله تحریم ها را مطرح کرد و با پنهان داشتن این دلیل از مأموریت خود را مورد شانتاژ یا باجخواهی احتمالی مسکو قرار داد. در جریان گفتگو فلین هیچ مواد محرمانه را آشکار نکرد، اما این دلیل که او مسئله مهمی سیاست خارجی را قبل از آن که ترامپ رسما به کار شروع کند مطرح کرده است نقض ترتیبات شمرده می شود. این آهنگ جاز دلنشین آمریکایی روز 11 فوریه در یک محفل بخشیده به 25مین سالگرد تأسیس روابط دیپلماتی میان آمریکا و تاجیکستان صدا داد که با تشبث سفارت آمریکا در دوشنبه دایر شد. در این جامعه سفیر آمریکا خانم الیزابت میلر گفت همکاری‌های آمریکا و تاجیکستان در دوره جنگ شهروندی آغاز یافته بیشتر یاری‌های بشردوستانه را در بر می‌گرفتند. حالا دو کشور در ساحه‌های اقتصادی، نظامی، حفظ مرزها همکاری‌های پرثمر دارند و آمریکا همکاری با حکومت، مطبوعات و سازمان‌های شهروندی را ادامه می‌دهد. سازمان‌های بین‌المللی برای رشد جنگل‌های تاجیکستان برنامه خاصی تهیه کردند. از جمله در ولایت ختلان افزایش دادن میدان‌های پرورشی درختان پیسته در نظر است. گفته می‌شود چنین اقدام از بیابانشوی زمین‌ها جلوگیری می‌نماید. گرچند حاصل پیسته در تاجیکستان زیاد نیست و سالی تا 50 تن را تشکیل می‌کند، ولی پیسته‌های تاجیکی که از آب باران و آفتابی گرم ختلان نیرو می‌گیرند، لذت زیاد دارند. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
بانک رشدی آلمان تاجیکستان را 8 میلیون یورو کمک کرده است تا در جنگلزارهای این کشور در برابر درختان آرایشی درخت میوه دهنده پیسته را افزایش دهد. تا 3 سال آینده در جنگل‌های تاجیکستان با مبلغ گذاری این بانک باید 6000 گکتار درخت شنانده شود که نزدیک به 1000 بیخیان درخت پیسته محلی خواهد بود. آژانسی جنگل تاجیکستان درخت پیسته را یگانه درخت پرفایده در جنگل‌های این کشور می‌داند. عبدالرحمانی 35 ساله ساکن دهه توتقولی شهر نارک در شاهراه دوشنبه کلاب حامل پیسته می‌فروشد. او تابستان طریق شرطنامه برای خواجگی جنگل پیسته جمع‌آوری می‌کند. بر عوض 50 کیلو پیسته جمع‌آوری کرده با او 5 کیلو پیسته می‌دهند که با فروش آن زندگی خود و 3 فرزندش را تأمین می‌کند. تابستان امیر جمع‌آوری می‌کنه. زمستان بعد می‌فروشیم امیر. یک حامل پیسته‌ای که عبدالرحمن می‌فروشد 10-15 گرم وزن و 1.5 سومانی نرخ دارد. شنانیدن درخت در دایره لایحه مطابق شوی با تغییریابی اقلیم سر از سال 2015 تا سال 2018 در ولایت‌های سوخت، ختلان و بدخشان عملی می‌شود. در ولایت بدخشان بنابر اقلیم سرد بیشتر درختان آرایشی ولی در ولایت سوخت و ختلان درختان بادام و پیسته شنانیده می‌شود. تلاش افزایش دادن درخت پیسته در تاجیکستان در حالی است که حالا میوه پیسته از قیمت‌ترین میوه خشک در بازار تاجیکستان است. جهتی رزمیرش مایده‌تر است، نکی با مزه پیسته خمون. بسیار خارجی‌ها پیسته خودمون می‌خرن. پیسته تاجیکی پرسیده می‌گیرن و خاک با بعضی تاجیک‌ها است که پیسته ترکی کالون گفته ترکیه می‌خرن. در تاجیکستان 78000 گکتار میدان پیسته‌زار وجود دارد. پیسته یگانه درخت میوه دهنده در جنگل‌های تاجیکستان است که عمر زیاد می‌بیند. برنامه را ادامه میدیم. دادگاه پاکستان تجلیل روز والنتینی و جشن عاشقان را در مکان‌های جمعیتی سراسر کشور ممنوع کرد. در تاجیکستان هم شورای علما تجلیل از روز والنتین را که 14 فوریه تجلیل می شود برای مسلمانان ناچیز خوانده است. همکارمان هم در دوشنبه از چند راهگذر پرسیدند که درباره این عید چی نظر دارند. 14 فوریه اصلا برای شما چگونه روز است؟ 14 فوریه با من از همه روز خوشبخت‌ترین است، روز عاشقی است. بله ما فارسوان ها که بنده خودم از کشور ایران هستم، روز ولنتین هم روز عشق که مینامند 3000 سال پیش در زمان کوروش کبیر همین واقع بود. مردهای فارسی زبان ها به زنهایشان یک روز مانده به ماه اسفند ایرانی تحفه میکرد، هدیه میدادن برای قدردانی از یک سال زحماتی که زن در خانه متحمل میشه. Мы называем это День влюбленных и День любви. Мы делимся со своей любовью. Мы каждое 14 февраля устраиваем мероприятия в Манхэттене. И, естественно, все билеты, которые мы продаем, деньги мы дарим кому-то. То есть не дарим, а помогаем нуждающимся. Так что для меня 14 февраля уже как праздник, я его отмечаю. نفری که شما باید توفاش کنید. اصلا که من نمیکنم شما. برای چی؟ نمیارزه. اگر می ارزید من وایدا میکردم اول ارزنده بود اگه سالو نکم این سال نه ارزید کارچی. جشن نمیگیرم. برای چی؟ برای که من عاشقم را نیافتم. 14 فوریه برای شما چگونه روز است؟ 14 فوریه به فکر من این روز عاشقان است و کسی که جفت خودش را دارد با همونها یگان جای میروند. برای من این هر یک انسانی که در دلش یک نقصیده دارد گفتن نمیتواند این 14 فوریه برای آن است که سری دلش را بگوید. حالا رو میاریم به هندوستان. روز شنبه 11 فوریه در چارچوب یک تشبوس نادر 1200 امام خطیب ولایت شمالی هریانه هندوستان اعلان کردند که عقد نکاح را تنها پس از دیدن شهادتنامه ثابت کننده حاجتخانه و مکان شستشوی دایر خواهند کرد. شورای اسلامی ناحیه میوت ولایت هریانه هندوستان که در آن 1200 امام خطیب 110 دهه عضویت دارند اعلان کرد که قبل از برگزاری عقد نکاح داماد و عروس آینده باید از رئیس دهه شهادتنامه بیارند که در خانهشان حاجتخانه و حمام دارند.
ما به این خلاصه آمدیم که اگر در منزل زیست عروس دامادی آینده حاجتخانه و حمام نباشد مراسم نکاح برگزار نمی کنیم. از بین 1 میلیارد و 200 میلیون اهالی هندوستان دست کم 175 میلیون پیروی دینی اسلام بوده این کشور سیومین کشوری مسلمان نشین عالم به شمار می رود. سال 2014 هم سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از نصف اهالی هندوستان به حاجتخانه دسترسی ندارند و در نتیجه کشور دائما به خطر سرایت وبا، شکمرو، اسهال خونین، هپاتیت، ورجه و دیگر بیماری‌های مضر روبرو می شود. در صحبت با خبرگزاری رویترز یک ساکن ولایت گفت که از این تشبث پشتیبانی میکند. داشتن حاجتخانه برای هر منزل ضرور است. میدانید این اقدام میزان جنایت در مقابل زنان را کاهش میدهد. زنان در جستجوی حاجتخانه مسافه زیادی را طی میکنند و مورد تجاوز قرار میگیرند. این گونه حادثه ها زیاد شده اند. حتی سروزیر نریندرا مودی هم پیشنهاد کرده است که هر خانه خلا جای داشته باشد. در بعضی دهات هندوستان زنان مجبورند برای یافتن حاجتخانه مسافه زیادی را طی کنند و اکثرا در این گونه جایها مورد تجاوز و حمله های جنسی قرار می گیرند. تحقیقات بانک جهانی نشان می دهد که کمبود حاجتخانه سالانه به هندوستان تا 50 میلیارد دلار خسارات می آورد. زیرا جوانان بر محل می میرند و وضع خراب بهداشتی مردم زیاد را گرفتار بیماری های سرایتی می کند. سروزیر هندوستان نریندرا مودی بارها از وضع بد بهداشتی کشور تأسف خورده تاکید کرده است که در دوام 5 سال رهبریش برای حل مشکل حاجتخانه تلاش خواهد کرد. нашри сабти видеои як оҳанги Далер Муборакшоев ҷавони 34 солаи тоҷик дар интернет ӯро ба як чеҳраи матраҳ дар шабакаҳои иҷтимоӣ табдил дод. Далер ки бародарзодаи овозхонӣ шинохта ва фақиди тоҷик Муборакшои Мирзошоев аст, мегӯяд меҳри овозхонӣ ҳамеша дар вуҷудаш ниҳон будааст. Сарангези Наврӯшо бо ин овозхони Навгом суҳбат дошт. بیودیل همین آهنگ شما دلر امروز در فیسبوک خیلی شنونده زیاد دارد، برای بسیاری ها هم پسند آمده است و برای برخی همین آهنگ محض شما را معرفی میکند و ما هم دلر میخواستیم که قصه ایجاد شوی همین آهنگ شما را حالا بشنویم و میگفتید که چطور ایجاد شد این ترانه؟ اصلا گیریم این سرودی من اولین من نیست، این سرود رو من با قریبی ثبت کردم. طول 1 سال است که این صدا می‌دهد. این در رادیو هم صدا می‌دهد، در رادیوی وطن، خاور. این سرود از مولانا جلال‌الدین رومی است و چخیب مثل همیشه در خونه من میشینم، گیتار رو میگیرم، یگون موسیقی رو نواخته کتابش رو کشودم و خیلی شد که صحیفه اول رو کشودم که امین سرود با موافق امون موسیقی من درست آمد و با من معقول شد، با من متن بسیار معقول شد و این آهنگ ساخته شد. ما هم وقتی به صحبت شما می آمدیم توسط اینترنت خواستیم درباره‌تون معلومات پیدا کنیم، اما درباره شخصیت خودتون چیزی پیدا نشد. چرا شما نمیخواستید تو امروز که اسمتون رسانه‌ای باشد؟ من از وقتش یک آدم شرمگین، یک آدم پوشیده بودم. بسیار با همین محفل ها و جاها نمی رفتم. یک جایی ده که ما بودیم، همون دوستان و جوروهایی که من بودیم هممون ورزشگر بودیم. بعد این بین صنعت و ورزش یک مقابلیت بود. مثال چی میکردن که اوه صنعتکار یک چیز بود، یک شرم بود. و من نخواستم ولی در دلم بود. از آن وقتها موسیقی را من بسیار خوب درک میکردم، بسیار حواسم بود، گوش میکردم موسیقی های غرب، همه موسیقی ها را و در دلم همه وقت بود که من یگون نوازنده میشوم. شکل کاملی این صحبت، اخبار بیشتر و ویدیو دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یکتان.